از معرفی اخبار مورد انتظار ترین فیلم اکشن آذرما یعنی گلادیاتور 2 تا برگشت کارگردان فیلم کازینو رویال با یه فیلم اکشن جدید و جدیدترین اسپیناف از دنیای مرد عنکبوتی. سلام دوستان، خیلی خوش اومدین. اینجا تاپ موویه و امروز اومدیم تا مورد انتظار ترین فیلم های اکشن آذرما رو بهتون معرفی کنیم. پس بیاین تا بدون اتلاف وقت و پرحرفی با هم شروع کنیم. فقط قبلش اینو بهتون بگم که اگه که میخواین از اومدن جدیدترین و بهترین فیلم و سریال های دنیا با خبر بشید، بهتون پیشنهاد میکنم که حتما کانال منو سابسکرایب کنید تا از اومدن محتوای آینده جا نمونید. خب بریم تو دل داستان. بدون شک اولین و مهمترین فیلم اکشن آذرما مربوط میشه به گلادیاتور 2. این فیلم هفته هاست که تو صدر اخباره، مخصوصا هفته گذشته که کلا صدر اخبار رو به خودش اختصاص داده بود و تو این چند وقتی که به اکرانش مونده بود برای اینکه از فروش خوب فیلم مطمئن بشن به شدت روی بازاریابی و تبلیغات فیلم وقت گذاشتن و هزینه کردن. از ظرف پاپکورن مخصوص با واقعیت افزوده تا فرش قرمزای پر سر و صدا و پرزرق که حتی پادشاه انگلستان هم با ماشین گارد سلطنتی تو یکی از فرش قرمزای فیلم حضور داشته و با بازیگرا صحبت کرده. کلا هر چیزی که از دستشون برمی اومد انجام دادن تا از فروش بالای فیلم مطمئن باشن، چون بودجه ساخت فیلم از عدد 300 میلیون دلار عبور کرده و این فیلم به پرهزینه ترین فیلم تاریخ تبدیل شده. برای همین فیلم باید حتما فروش بالایی رو تجربه کنه تا بخواد به سودسازی برسه. داستان فیلم گلادیاتور 2 ادامه فیلم قبلیه و داستانش حدود 20 سال بعد از اتفاقات فیلم گلادیاتور 1 جریان داره که لوسیوس یعنی همون پسر بچه‌ای که تو فیلم گلادیاتور 1 میدیدیمش، بعد از اینکه داییش یعنی کومودوس تو نبرد با راسل کرو میمیره، روم دوچار یه هرج و مرج و جدال سر قدرت میشه و لوسیلا مادر لوسیوس برای محافظت از جون بچهش اون رو از پایتخت دور میکنه. اما حالا بعد از 20 سال این پسر کارش از یه تاجر برده سر در آورده با بازی دنزل واشنگتن که به وسیله اون دوباره از کالسیم یعنی همون میدان نبردی که گلادیاتورها توش مبارزه میکردن سر در میاره. همونطور که اشاره کردیم بودجه این فیلم از عدد 300 میلیون دلار عبور کرده و طبق گفته شرکت سازندش یعنی پارامونت پیکچرز این فیلم بزرگترین طراحی صحنه کل تاریخ سینما رو داشته. یعنی اون نبرد دریایی و نبرد گلادیاتورها تو کالسیم همه رو خودشون ساختن. فیلم گلادیاتور 2 بعد از اینکه برای منتقدا اکران شد خیلی نقدهای مثبتی رو دریافت کرد، مخصوصا که از سکانس‌های اکشنش تعریف کردن و گفتن یکی از بهترین سکانس‌های اکشن فیلم‌های تاریخی تا به الان بوده و اون رو یکی از بهترین فیلم‌های سال‌های اخیر ریدلی اسکات دونستن. کارگردانی گلادیاتور 2 رو هم مثل گلادیاتور 1 خود ریدلی اسکات به گردن داشته و توی فیلم بازیگرایی مثل پل مسکال، پدرو پاسکال، کانی نیلسون و دنزل واشنگتن هم حضور دارن و بازی دنزل واشنگتن خیلی تو فیلم تحسین شده و مورد توجه قرار گرفته، طوری که اون رو یکی از شانس‌های اصلی اسکار امسال میدونن. فیلم گلادیاتور 2 تونست که از راتن امتیاز 71 و متا 64 رو کسب کنه و تو تاریخ 22 نوامبر یا دوم آذرما از آمریکا به اکران در میاد و باید ببینیم که چه عملکردی رو میتونه تو گیشه داشته باشه. خب بریم سراغ فیلم اکشن بعدی. فیلم اکشن بعدی یه فیلم اکشن و خانوادگی به حساب میاد، یعنی فیلم سونیک 3. بعد از 2 تا قسمت موفق سونیک که تو سالهای 2020 و 2022 به اکران در اومد، حالا سونیک با قسمت جدیدش برگشته. تو این قسمت ما برگشت شادو رو داریم که بعد از گذشت تقریبا 2 دهه از حضورش تو بازی ماجراهای سونیک 2 حالا تو سونیک 3 حضور داره و جالبتر این که نقش صدا پیشگی اون رو کیانو ریوز انجام داده. همونطور که شاید بدونید شخصیت جوجتیقی شادو یک کاراکتر با قابلیت‌های برابر با سونیک، با این تفاوت که در مقابل اون قرار داره و یه شخصیت منفی و ضد قهرمان به حساب میاد. حالا تو این قسمت جدید که حول محور شادو میچرخه، شخصیت‌های سونیک 3 از جمله خود سونیک و دوستاش با هم تیم میشن تا بتونن با اون مبارزه کنن. غیر از حضور کیانو ریوز و ادریس البا به عنوان ستابیشه‌های سونیک 3، یکی از اتفاقات دیگه‌ای هم که تو بازاریابی و تبلیغات فیلم اثر گذاشته بود برگشت جیم کری از بازنشستگی بود که دوباره نقش دکتر روباتیک رو بازی کرده. علاوه به اون نقش پدر بزرگ دکتر روباتیک یعنی اون پروفسور هم خودش بازی کرده.
این قسمت جدید رو هم همون کارگردان دو قسمت قبلی کارگردانی کرده و همونطور که گفتیم کیانو ریوز و ادریس البا هم به عنوان صدابیشه تو فیلم حضور دارن. فیلم سونیک 3 قراره که 20 دسامبر یا همون 30 آذر ماه توسط کمپانی پارامونت پیکچرز تو آمریکا به اکران در بیاد. خب بریم سراغ فیلم بعدی. فیلم اکشن بعدی اسمش هست زره‌پوش یا آرمور. تو این فیلم سیلوستر استالونه حضور داره و نقش رهبر یک گروه از دزدای حرفه‌ای رو بازی کرده که قصد دارن با یه نقشه بی‌نقص از یک کامیون حامل پول سرقت کنن. داستان فیلم یه پدر و پسر که به عنوان گارد امنیتی یک کامیون انتقال پول کار میکنن رو نشون میده که توی یکی از روزهای کاریشون مورد حمله یک گروه از دزدای حرفه‌ای به رهبری روک با بازی سیلوستر استالونه قرار میگیرن. حالا این پدر و پسر که توی این مخمسه گیر کردن باید یه فکری برای نجات و بقای خودشون بکنن. این فیلم رو جاستین روت کارگردانی کرده، کسی که تو کارنامه‌اش فیلم خاصی نداره و فیلم بیشتر به خاطر حضور سیلوستر استالونه بود که مورد توجه قرار گرفته. این فیلم به طور کلی کنار صحنه‌های اکشن و با هیجانش اشاره به تقویت روابط خانوادگی و خونی داره. زمانی که آدم با خطرات و تهدیدایی که جونش رو به خطر میندازه روبرو میشه، این پیوندها خودشون رو نشون میدن و میخواد حس محافظت کنندگی و فداکاری یک پدر رو تو این شرایط سخت به تصویر بکشه. فیلم آرمور یا زره‌دار تونست با بودجه 10 میلیون دلاریش امتیاز 6.5 رو از IMDb کسب کنه و قراره که مثل فیلم گلادیاتور 2 تو 22 نوامبر یا 2 آذر ماه توسط کمپانی لاینزگیت تو آمریکا به اکران در بیاد. فیلم بعدی که قرار معرفی کنیم فیلم د اوردر یا نظمه که بر اساس یه داستان کاملا واقعی ساخته شده. تو این فیلم جود لاو و نیکولاس هولت حضور دارن و داستان فیلم تو سال 1983 جریان داره و باب متیوس با بازی نیکولاس هولت رو روایت میکنه که یه سفید پوست افراطیه که میخواد انقلاب کنه و همه نژادها رو به جز سفید پوستا از بین ببره و بکشه. یعنی در واقع یه نژاد پرست سفت و سخت بوده و شروع میکنه به کشتار و آدمکشی و ویرانی تو شمال غربی آمریکا تا اینکه با یه مأمور FBI روبرو میشه. داستان از جایی شروع میشه که یه مأمور FBI که به تازگی از همسرش جدا شده و هنوز ناراحت اتفاقی که افتاده تو ایالت آیداهو انتقال پیدا میکنه و حالا تو آیداهو به چند تا سرقت سریالی از بانک و دزدیدن ماشین و چند تا جرم جنایت دیگه برمیخوره و حدس میزنه که این دزدی‌ها کار یه گروه معمولی نیست و احتمالاً یه گروه سازمان یافته دارن این جرم و جنایت‌ها رو انجام میدن و به مرور اون رو به یه گروه نژاد پرست به رهبری باب متیوس میرسونه. در واقع باب متیوس برای تامین مالی گروهشون و استخدام آدمای جدید دست به دزدی از بانک و ماشین دزدی میزنه که همین باعث شاخ به شاخ شدنش با این مأمور FBI با بازی جود لاو میشه. این فیلم اولین بار همین امسال تو جشنواره فیلم ونیز برای منتقدا به اکران در اومد و تونست خیلی مورد توجه قرار بگیره و نامزد دریافت جایزه شیر طلایی ونیز بشه. جالبه بدونید که داستان این فیلم برگرفته از یک کتاب به اسم The Silent Brotherhood یا برادری خاموشه که توسط کوین فلین و گری گرهارد تو سال 1989 نوشته شده بود و به جنبش‌های ضد دولتی و افراطی آمریکا پرداخته. فیلم نظم یا د اوردر رو جاستین کرزل، کسی که علاقه خاصی به ساختن اینجور فیلم‌ها داره، کارگردانی کرده و شاید فیلمایی مثل مکبث، نیترام و حتی اساسینز کرید رو ازش دیده باشین. این فیلم تونست از راتن امتیاز 86 و متا 72 رو کسب کنه. این فیلم برای اینکه شانس حضور تو فصل جوایز رو داشته باشه، اول تو تاریخ 6 دسامبر یا جمعه 16 آذر ماه توسط کمپانی ورتیکال به صورت محدود تو چند تا سینما اکران میشه و بعدش مستقیم میره روی پخش از استریم آمازون پرایم و راحت میتونید دانلود کنید و با کیفیت خوبش ببینید. خب بریم سراغ معرفی یه فیلم اکشن از سونی. فیلم اکشن بعدی که میخوایم بریم سراغش مربوط میشه به مارول و به خاطر صحنه‌های خشن و خونالودش رده سنی بزرگسال رو به خودش اختصاص داده. یعنی فیلم کریون شکارچی یا کریون د هانتر. این فیلم یه اسپیناف از یکی دیگه از شخصیت‌های شرور دنیای مرد عنکبوتی حساب میاد که بالاخره بعد کلی انتظار قراره به زودی اکران بشه. در حقیقت خیلی وقت بود که قرار بود از شخصیت کریون شکارچی فیلمی ساخته بشه، ولی بعد از موفقیت سری فیلم
فیلم‌های ونوم تو گیشه باعث شد که سونی به موفقیت این فیلم هم تو آینده امیدوار بشه. همونطور که شاید بدونین فیلم ونوم 3 با بودجه 120 میلیون دلاریش موفق شد که تو ماه گذشته تا همین الان فروش 436 میلیون دلاری داشته باشه و با اینکه فروشش از سری‌های قبلیش کمتر بود ولی بازم فروش چشمگیری داشت و به سوددهی رسیده. برای همین به نظر میرسه که سونی به آینده فیلم کریون هم امیدوار باشه. داستان فیلم در مورد یه پسر با بازی آرون تایلور جانسونه که رفتارهایی که پدر بی‌عاطفه و خشنش تو بچگی با اون داشته باعث شده که بخواد به بهترین شکارچی دنیا تبدیل بشه. اون تو بچگی یه روز که با پدرش به شکار رفته بود مورد حمله یه شیر قرار میگیره و بعد از اون اتفاق احساس میکنه که یک سری تغییرات تو بدنش به وجود اومده و به یک سری توانایی‌های دست پیدا کرده. دقیقاً همونجوری که مرد عنکبوتی با نیش عنکبوت به مرد عنکبوتی تبدیل شده بود، کریون هم بعد از اینکه یه شیر بهش حمله میکنه یک سری توانایی‌های خارق‌العاده‌ای رو به دست میاره و از اونها به عنوان ابزاری برای رفع عقده‌هایی که از بچگی توسط پدرش در اون به وجود اومده بود استفاده میکنه. همونطور که گفتیم تو این فیلم آرون تایلر جانسون بازیگری که به تازگی تبدیل به یکی از گزینه‌های روی میز برای سری فیلم‌های جیمز باند شده و همچنین راسل کرو هم تو این فیلم نقش پدر کریون رو بازی میکنه. این فیلم رو جیسی چندر کارگردانی کرده که شاید فیلم‌هایی مثل مارجین کال، آلیز لاست یا فیلم پرستاره مرد سگانه رو ازش دیده باشین. فیلمنامه‌اش رو هم ریچارد ونک یکی از فیلمنامه‌نویسای قهار که فیلمنامه فیلم‌های خیلی فوق‌العاده‌ای مثل اکولایزر یا حتی بازسازی فیلم هفت دلاور رو نوشته بود، اسمش تو فهرست فیلمنامه‌نویسای این فیلم حضور داره. موسیقی متنش رو هم بنجامین والفش که موسیقی متن فیلم‌های ترسناکی مثل آنابل یا آن 1 و 2 یا حتی فیلم بلید رانر 2049 که 2 تا اسکار برده بود و یا فیلم بیگانه رومولوس که به تازگی اکران شده بود رو موسیقی متنشون رو ساخته بود و واقعا تیم قوی تو عوامل این فیلم حضور داره. بودجه فیلم کریون د هانتر 130 میلیون دلار بوده و قراره که 13 دسامبر یا جمعه 23 آذر ماه توسط سونی تو آمریکا به اکران در بیاد. فیلم اکشن بعدی که میخوام بهتون معرفی کنم خیلی فیلم مورد انتظاری نبود ولی به خاطر حضور بازیگرایی مثل فرانک گریلو و کاترینا لاو تصمیم گرفتم که این فیلم رو هم بیارم تو لیست. اسم این فیلم ورولف یا گورگیناست. این فیلم تو ژانر اکشن و تقریبا ترسناکه و داستان فیلم در مورد وقوع پدیده ابرماهه که منجر به تحریک یه ژن پنهان تو انسانا میشه و هر کسی که در معرض نور ماه قرار بگیره تبدیل به گورگینه میشه و شروع میکنه به کشتن بقیه آدما. حالا بعد از گذشت یه سال 2 تا دانشمند تلاش میکنن تا یه راهی برای جلوگیری از تبدیل شدن آدما به گورگینه‌های وحشی پیدا کنن. این فیلم رو استیون سیمیلر کارگردانی کرده، کارگردانی که فیلم‌های شکست خورده زیادی رو تو کارنامه‌اش داره و شاید فیلم‌هایی مثل نقشه فرار 2 یا سایلنت نایت رو ازش دیده باشین. فیلم گورگینه‌ها هم قراره مثل فیلم داوردر 6 دسامبر یا 16 آذر ماه از آمریکا به اکران در بیاد. خب حالا بریم سراغ یه فیلم از نتفلیکس. اسم این فیلم ادامه بده یا کریانه و تارون ادگرتون و دین نوریس بازیگری که شاید ازش تو سریال بریکینگ بد کلی خاطره داشته باشین تو این فیلم بازی میکنن. داستان فیلم در مورد یه مأمور امنیت حمل و نقل با بازی تارون ادگرتونه، یعنی از همونا که داخل گیت های هواپیما حواسشون هست که یه وقت تو چمدونای چیز مشکوکی نباشه. حالا اون توسط یه فرد مرموز تهدید میشه تا اجازه بده که یه محموله خطرناک وارد هواپیما بشه. این فیلم رو ژان کالت سرا کارگردانی کرده، کسی که فیلم‌های اکشن و هیجان انگیز زیادی رو تو کارنامه‌اش داره که شاید فیلم فوق‌العاده نان استاپ که توش لیام نیسون و جولیان مور حضور داشتن رو دیده باشین. بودجه این فیلم 75 میلیون دلار بوده و قراره که 13 دسامبر یا همون جمعه 23 آذر ماه مستقیم از نتفلیکس پخش بشه و راحت میتونید دانلود کنید و با کیفیت خوب ببینید. خب بریم سراغ فیلم اکشن بعدی.
اسم این فیلم فرشته‌های کثیف یا درتی انگلزه. جالبه بدونید که این فیلم رو مارتین کمبل 81 ساله کارگردانی کرده. کارگردان بزرگ و با سابقه‌ای که شاید فیلم‌های فوق‌العاده‌ای مثل 2 قسمت از فیلم خاطر انگیز زورو با بازی آنتونیو باندراس و کاترین زیتا جونز و یا شروع یکتازی‌های دنیل کریگ تو نقش جیمز باند که با فیلم کازینو رویال شروع شد، یا فیلم فوق‌العاده بیگانه با بازی جکی جان، یا کلی فیلم خوب دیگه مثل فانوس سبز و لبه تاریکی با بازی میل گیبسون و یا فیلم مموری یا حافظه با بازی لیام نیسون رو تو کارنامه درخشان خودش داره. و اتفاقا تو این فیلم هم اومده معشوقه جیمز باند تو فیلم کازینو رویال رو یعنی اوا گرین تو نقش اصلی قرار داده. داستان فیلم فرشته‌های کثیف درباره یه تیم از سربازای زنه که برای نجات جون گروهی از بچه‌های گرفتار شده بین داعش و طالبان خودشون رو به عنوان پزشک در میارن و به صورت نفوذی وارد اونا میشن. همونطور که گفتیم تو این فیلم اوا گرین و در کنارش روبی روز که شاید تو فیلم جان ویک دیده باشینش تو فیلم حضور داره. این فیلم هم قراره که 13 دسامبر یا 23 آذر ماه از آمریکا به اکران در بیاد. البته تا یادم نرفته بگم که این فیلم به خاطر صحنه‌های خونین و استفاده از الفاظ نامناسب رده سنی بزرگسال رو به خودش اختصاص داده. خب بریم سراغ آخرین فیلم از لیست فیلم‌های اکشن مورد انتظار آذر ماه. این فیلم هم زیاد مورد انتظار نبود، ولی به خاطر داستان جذاب و حضور بازیگری مثل کلارنس براون که به تازگی سریال پنگوئن رو تمام کرده بود تصمیم گرفتیم که به این فیلم هم یه اشاره‌ای داشته باشیم. اسم این فیلم دفیکس یا ترمیمه. این فیلم یه فیلم اکشن و علمی تخیلی به حساب میاد و تو آینده جریان داره زمانی که اتمسفر کره زمین به خاطر اشباع از گازهای سمی دیگه قابل تنفس نیست و مردم برای بقای خودشون باید حتما ماسک بزنن و تو این بین یه شرکت دارویی بزرگ با سوء استفاده کردن از این شرایطی پیش اومده یه راه نجاتی رو به وجود آورده و اون دارو رو فقط به افرادی که توانایی خرید دوز روزانه ازش دارن میده، در حالی که بیشتر مردم امکان خریدشون ندارن و تو شرایط سختی قرار دارن. فیلم داستانش از اونجای شروع میشه که یه مدل توی مهمونی که تو خونه یکی از دوستاش بوده به صورت تصادفی یه داروی جدید که از این شرکت ساخته شده بود رو استفاده میکنه و این باعث به وجود اومدن یه سری تغییرات جسمی در اون میشه که به کلی تغییرش میده. این تغییرات اون به گوش شرکت داروسازی میرسه و حالا مورد تعقیب این باند داروسازی قرار میگیره. اون که تو این حین میخواد یه راهی پیدا کنه تا به حالت قبلیش برگرده، کم کم متوجه میشه که اتفاقاتی که براش به وجود اومده میتونه کلیدی برای نجات بشر باشه. این فیلم که محصول کره جنوبی رو کرسیگن کارگردانی کرده و گریس وندین و کلارنس براون تو این فیلم حضور داره. فیلم دفیکس تونست از IMDb امتیاز 6.3 رو کسب کنه و قراره که 22 نوامبر یا 2 آذر ماه به اکران در بیاد. خب دوستان، به پایان این ویدیو رسیدیم. این بود چند تا از مورد انتظار ترین فیلم های اکشن آذر ماه. اگه که از این ویدیو لذت بردین لطفاً لایک و سابسکرایب رو فراموش نکنید. من آخر همین ویدیو یه پلیلیست از جدیدترین و بهترین فیلم و سریال های در انتظار دنیا براتون قرار دادم که اگه دوست داشتین میتونید به اونم یه سر بزنید. منتظر دیدنتون تو ویدیوی بعدی هستم و مثل همیشه تا ویدیوی بعدی مراقب خودتون باشید.